السلام علیکم تماشاگران عزیز و ارجمند، مخلصان و هواداران طبع خوشگوارا. دوستان عزیز و ارجمند، تنفسی چندان کلان داشتیم و امروز البته با یعنی که حرکت های سروری تلویزیونی آزیا HD و آژانسی تنتنه ما باز روی کار آمدیم و دوستان عزیز این لحظه ها شما ما را تماشا دارید. خوب گفتنی هستم که برنامه گپی این شامینه ما را دوستان آژانسی تنتنه تجربه خیلی بایی برگزاری توی معرکه ها را دارد. از این خصوص من گفتنی هستم که میتوانید مراجعت کنید، توی معرکه شما خیلی خاطرمند برگزار خواهد گردید. خوب میگذاریم به همکاران برنامه گپی ما دوستان عزیز و ارجمند. طربخانه قهوه‌خانه زیتون واقع در کوچه سیردریا دوستان در پهلوی سودی ولایتی شما میتوانید آمده از نامگوی نوی طعام‌های ملی و خارجی این مکان البته شناس گردید و به هر یکی شمایان عزیز من اشتیاق سفره خواهان هستم. یک مکان بسیار برهوا و زیبا، میتوانید با اهل عائله یار و دوستان آمده در اینجا استراحت نمایید. همکاری دیگری برنامه گپ دوستان استودیوی نواربرداری عزیزان ویدیو دوستان. من گفتنی هستم که این لحظه ها این همین یک روزهای تابستان خیلی توی معرکه ها زیاد هستند. از این خاطر شما میتوانید اگر خواهید که صفتی همین چی گویم ثبت و نواری توی شما معرکه شما در سطح عالی باشد، پس به استودیو عزیزان ویدیو مراجعت کنید. کارمندان ما کسبی هستند، با تکنیک و تجهیزات های زمانوی کار میکنیم. شما مراجعت کنید، ما کار شما رو بود میکنیم دوستان. و البته از خاطر نبرانیم دوستان عزیز و ارجمند خوشنگ لیبل دوستان، صدا پرداز ظفرجان دوستی عزیزی ما تمام چارابینی های شما رو با اپاراتور های زمانوی خودش برگزار مینماید، یعنی که میگذارند. و البته یگان معمای با صدا پردازی اگر پیدا گردد با ظفرجان مراجعت نمایید. میگذاریم با سرپرستان برنامه گپ دوستان عزیز شرکتی مال محصولات گوشتی عزیزی دوستان. الان یک کمترک نامگوی مال محصولات شرکتی مال محصولات گوشتی عزیزی است دوستان عزیز و ارجمند و من گمان میکنم که همین مال محصولات با طعم بهترین زیب دسترخوان هر یک خاندان است و این یگانه شرکتی است که دوستان صفتش خیلی عالی است و با نرخ‌های دسترس است. میگذاریم با سرپرست دیگری برنامه ما شرکتی درو تریزی اکپن. شرکت درو تریزی اکپن شما دوستان بینا یعنی که خانه ساخته استاده دو سرگرنگید که درو تریزه رو از کجا گیرم. امروز در بازار درو تریزه فروشی خیلی شرکت ها زیاد هستند. من به شما مصلحت میدم شرکت درو تریزه های اکپن.
Екапиян интихоби дурусти мову шумост. Мегузарем дӯстон ба иштирокдорони барномаи гапи имрӯза. Хуб, ман дар шабакаи ютуби гӯем зери ҳар як навори барномаи гап албатта мо нигоҳ мекунем, ҳар як шарҳи шуморо мехонем ва зиёд мардуме буданд ки барои чӣ барномаи гап нест шумо то ҳамин рӯза яъне ки қудрататон расид тамомӣ давомаш мешад миними барномаи гап куҷо шуд. Дӯстон ба ин суолҳо мо чунин ҷавоб медиҳем ки вақте ки сезони тӯю маъракаҳо мешавад ана ҳамин мардум ягонташ нест дӯстон, ҳамин мардум ягон инҳо ҳай инҳош нест дӯстон. Бинобар ҳамин рӯзҳои сезони тӯйба гӯем маъракаи мавсими тӯйба мо албатта инҳоя мебахшем, инҳо бояд ки рафта тӯю маъракаҳои мардума гузаронанд. Барои чунин хотир мо дӯстон каме танаффус доштем, танаффуси начандон калон ва амин баъд ҳаракат мекунем ки ҳар ҳафта шумо барномаи навини моро тариқи Азия HD, телевизиони Азия HD тамошо карда бошед. Хуб, мегузарем аз дасти рост оғоз мекунем. Шарифҷон, Музаффарҷон ва Далилҷон, лоиҳаи стендап биёед. дӯстони азизу арҷманд, дӯсти бисёр сайру гашт мекардагии ман ки худ бисёр сайру гашт дорад, Аловиддинҷон, хуш омадед дӯстон. Аловиддинҷон, хуш омадед. Абду Халил аз диҳаи мардумаш бисёр зиндадил рӯмон, хуш омадед. шоири барномаи мо Баҳриддини маҳками Баҳриддин, зинда бошед, хуш омадед, хуш омадед. ин нафар дӯсти азизи мо як хоҳиш карданд ки дар барномаи гап ман ҳам ширкат кунам. Ин нафарро ман барои шумо чунин мегӯям. меҳмон аз Панҷакенти Бостон, Ғайратҷон, як қарсанг мезанем. писари аз ҳама шӯхи хонадон ки гурехта рафтагӣ буд, мана имрӯз аз Ҳайдулло ака хуш омадем. пири кор, устоз ғижакнавози бисёр номӣ, хуш омадед. додари Аловиддин, дӯсти азизи мо Ҳилолиддин доирадаст. Илёсҷон, дӯсти азизи мо Ҳофиз, шогирди Олимҷон Воҳидов, хуш омадед. дар паси камера дӯсти азиз онҷо намегузарем, он тарафа намегузарем, ҳаминҷа як худаш азиз дӯстон. хуб, набошад ман якта латифаи нава мегӯям. модараш боиса кареги ниёле. ҳозир нигоҳ кунед, агар оилаҳои бою бадавлат худо ба шукр хушбахтона зиёд шуда истоданд, хай занак кор мекунад, мардак кор мекунад, фурсати дар ин кори хонаи каран нест, албатта як коргара мегиранд занака. хулас як занак кор қабул карданд, хонанда кор мекунад, ҷомашӯя мекунад, ҳамин хел вай. баъд аз як сол вай зан давида соҳиби хона ба занак бомадааст. мана ҷавоб дид, ҳачува маъқул нашуд ме не маъқул ҳамаш коротон хушро мама маъқул кор кардан гирид не чува ҳама якта бачаи бисёр дӯст доштам гаштиму ман ҳомила гуфтааст. ай зиқ нашавед, ҳамин ба шумо зиқ нашавед, монда фарзандомо не мо хай таваллуд кунем, мо мегирем гуфтааст. хай хулос ҳамин хел таваллуд кардааст, ё гирифтиам бача калонистос бо ҳамин хел як сол ду сол мегузарад, бо омадааст. муаллима мумкин ме биёед даред тинҷими ман мебуравам акор чува. муаллима механдид, агар занид шумо ман ҳомила боми ҳам бачаи ман сахт дӯст доштагӣ. ҳай чи падари модаратон ҷамъ кунад, инашам мо мегирем. ҳамин хел хулас 4 та фарзанд кардааст вай. як рӯз бегоҳӣ омадаст, ман аниқ мебуравам имрӯз. чува гуфт бачаи ошатон пур кор мӯл гуфта. якта занака шӯш шавҳараш командировка бурафтосу занаш гирад саат севе гирека доси севе гирека доси ман дар рӯз мебурамам халос гуфт шумо доим ҳамин як ман мегӯйду ду рӯз гашта мебиди. кӯчана ду кас вохӯрдааст. ҳайлолдин тинҷими гуфтам оназагар зӯяр ман тинҷ ману писардор шудам. писардор шуда бошӣ тавбата хушкун чума иқил тавбат хира гӯт занам фаҳмид гуфтааст. Сачай кӯп сача калонш дадош гуфтааст ки дадо ҳамин бӯвамда иқам инсон зиначок пур ордено гудагар бӯвад мана ҷанг ба ягла немис куштаги немисои ҷанг каде гудагар ачо шумоям бифаме ҷанг мекунед шумо якта ордено мегиред. бача аку вақти тобистон ки ҳай кӯҳ ба ҳамсинфош ки мебурафтагӣ хай аку модарое медонем ки ҳама модар чиз тайёр кремитият термос ба чоя кара мана ин термосана чой мана ин туба пирожни мана ин 1 кило мех гуфтааст.
بچه این ترموس چیزی بگوید این چای میخوری من این پیروژ نیشه میخوری میخ چیزی بگوید من موندم گفتم که موندم خیر یک تا زنک دوگانش بود و نصیحت کرده بود است که همین حرکت کن همین یگیتی 5 جونار به نراس شاور نکن بود است چو بگوید وای مرز یگون بار یگون سی ناو خرده نمیاد خونه و همین بودگیش شکازیش فقط ریمون کرده وای میکند شریف جان با این بچه یاش کارخانه با اون دست یک کمر دست شنه همه دکومنتار شاید السلام علیکم گفته فرما به دراد رئیس شم و علیکم سلام شما لازمی لبی درنگی و پوچک پاکنه که پوچشون تازه کرید میگوید این کارخانه ما به تازگی یکم درجه میستد ثانی دویم درجه به گپ‌های راست و دروغ میستد برادر بنابراین شما به جواب گفت شریف جان حالا حجت ما دیدکتار نیه گفتم لبی درنده پاک میکردی چیز نبود گفت abi درباره زن و شوهر قازستان یک تشکر از современный کو همین شوهرش همین خیلی دوست داشته خیلی قدر شوهرش خرسند کردن ندانسته اینترنت به پست مونده است جانکم من شما دوست می‌دارم گفته شب بامدا شوهرش خرسند میشه گفته بینا شوهرش ندیدی اینا ندیدید نخوندید من شما دربارتان نوشته بودم گفت چه نوشتی گفت همین خیلی فلان و تگش هم نخوندیم خدا گفت چیه بر گفت اونطوری آخرت دوست داشتی یک تا شما نیگفت است خب یک تا یگیت جودو کدسو جودوگار یک سال به یک تا کلمه میگفت است خلاص گفت میتونست خلاص دیگه گازو نمیتونست است یک سال به یک تا کلمه sonra یک تا دختر دوست داشتسو اکو من توی دوست میدارم من توی تو زنی من بیشتری گفتنش دکار 7 سال پایده است دیگه بیچاره 7 سال پایده که 7 کلمه گفتنش دکار پیش دختر به عمده بعدی 7 سال عمده جانم من توی ناز میبینم من به زن بیشتری میگفت اون تو نشی گفت چه گفتید گفت همین یک تا بچه پیشی داداش به جواب که رفته است گفت است که دادا ما پرابلمم کلام حجزه گفت همین زنم 2 هفته ایسی مانکی گاب نزدوست عموما یگون گپاش نیست من بگفت داداشم بچه‌م خیلی زنکه احتیاط کن حوزه اخلاقم نیست گفته است یک تا کار شدگی مقیم کن یک تاش پلاژ با حوض کده است دگر هوا گرم باز دگر زده است دست لبی دایره بینات ابولو شلاپا کاستومشیم گالسک حوض کن دوست موبایل دایره گفت من که پلاژ با حوض کن تو چوکوسی من عمرم اکن دیدم کاستومشیم که شلاپا کو تو که حوض کوسی من ابولو پارتوفتا ما حوض کنه میتونم همین جنگل انده خرگوش ها مافیا تشکیل کردیم فقط ماشینه های امیر این جووی رو بیمی های من خیلی میگشتیم در از رفتی استان یا گله امیر آهوچه ها هم جن الاف خورسوس هم تو یک کمش شونم ده اوه گفت هم تو نیا کند چند کاش شما گفت 100 کاس مفته است 50 سومانی جمع کرده هم میتیتون 50 اوه جمع کرده دست پاک سهار کتیم اوه گفت لب چند کاس 100 کاس 50 کارچه هر روز میخیر دیلی اوه بزرگ سر رفته است که بیتونی ابا گورگ بگویم چی پدن لطا خیلی گورگ بگوید گورگ آمده همین چکین کراش نه غن در جلوی رو آمده است لطا خرگوش آمده اوه همین شمال همت زوره کروتایت کدامید گفت اوه ایت کردن یا کنات گورگ هم تو برام دست تینجیمی براتن من کروتای اوه من گپت زن گفت خرگوشی هم در این ماشینه که شد خیرس فردم دست خیرس کروتای اوه سدی دیگه ماندگی با 50 توبه کار بینید چندی وقتی سرحدا روز شدگی یا سرحدا شده شدن بعد مهمانا توی با آمدیانا همه توی با درآمدن بعد اون تو هم صحبتش گفت است که شما همینجا می گفت همینجا گفت من هم فلان چی بیار دوستان بود من آقا نمیشتیم میگفت ایویا مردگی گفت است گفت است بعد از فلان چیه گفت ایویا مردگی گفت است 3-4 کس پرسید همش مردگی گفت است این آدم غمگین شده مانده است بعد از توی برآمدن بعد شرکتش گفت که ممنون کن و آدم پرسید که همش زندگی کرد چی مرد گفتی گفت ای حاضر زندگی کنم بچه‌هاش چند تا کجا کار کرد
خیلی بچه ها من امروز اینجا به یک کمک نشانه ها هایکو مثلا نشانه پیشک گذرد کارد را نمیرد میخواد چیزا هایکو یک کمک گفتم دام اکو میبخشتم دلیر جان اگر ماشین که رفته ایستاده باشید و قفایتون با آمده یکم ماشین زند این نشانه است که به قریبی کدام شما پول میتید نیه پیشی ماشتتان بزند دانید که شما پولتان مبرود اگر شوهر بزنش در این ماشین رو کشاید این نشانه آن است که یا زنش نو یا ماشین نو اگر مرشد کچی ابگام نکند همون روز کاری پساجرها برار نمیگیرد سرطان درد میکند و دردش را حس میکنید می خرسان شوید که سرطان بوده است همین اگر عرق همین آخرانگی دشوار رود دانید که تیز میبیاد اگر سحر کتی شد که دندانشویی دهنتان ما نخونجد دانید که شب شما به بسیار شدگی اگر آدم همسایش یخل تعریف کند دانید که و خانش میفروخت است این یک همشه گفتگیم نیم این کمتر اکنون میگذاریم باز با لطیفه مرحمت دوستم همین همسایه گفتیدو زنکو میشنن پتک پدیز با گازدان کراشته همین گفت است که همسایه ها یک پرسام ها چی بپرسید همین همسایه خانش تو گوش میکنم فقط جنجال آنیمون میبرد آنی شما چه کرد تینج اویل تا آواز نمیبرد گفت اینا یخت راه شای گفت است چه راه شای گفت همین شوهرتون اگجا پولی افتی گفت نمیپرسید شوهرتون اشما گجا پول صرف کرده نمیپرسد حتی زنک همونجا به گریه کرده فراموسا سکون همی خیلی جنجال کمپیرکال بیدرنده که نیا کرشتیان هم تو فرامدسو که فرامده گفت دام شده استی انا خودش پراند وای گفت و یانوشانی کمپیر نیه و شامپانس که کشند مرحمت دلیر جان مرحمت بیمار خانم یک زنک اومدن همه جاشون شکستگی بیچاره دکتر داوود براندن یه چوکات شما گفت همش به شما عیب دار دکتر گفت است یه چوکات هم گفت هدینا همه جا یه برادر رفته شیری گو کردی هر روز باز کن گفتید که من باز کی سادگی مانده گو سوم به پیش پا خورده غلط دید بس همین گابا حیوانات خوش کردیدو گفت است که زنش گفت است که وی روید مگزی بیاستین خرید کرده بید آخه شب با اوقات کردن رکاب با مهمان میام دیگه گفت ممنون کن گفت است هوای بین چقدر تاثیر داشت اقل سگ کوچه رو نمیبرد گفت من شوی سگ کده روید گفتی که نه خدا تو رفته بید یک دخترک واقعا هم تکرد ترتیبشون برفتی صد دراش کشنده حتی مردم هم میبخشید خواهرم یا اون که شما یا گند شما زیبا گفتگی می نمی گفت اگر نیش که گفتگی نیه گفت این هم حقیقت پر راست گفت استرالیا بریم تیمه کنگورو از زوپر گریخت است سونی اسپیسیالیستو هم زوپر متخصص جمع شده دیوارش چند متر یکونی متر گفت 3 متر کنتون افت است پگه بینن با گریخت است 3 متر 6 متر کنتون چیه بو پدن لاد میکنی زد می 6 متر کرده ساختم اونم با گریخت است 8 متر کنتون افت 8 متر کنم با گریخت است فردا سهرش با یانوشان فیل بود است یانی کنگورو ده این خیلی نکنده سال انصاف کنه 8 متر هم خیس کردی میگه کجا خیس میکنم من 1 متر به خیس کردم نمیتونم در کشاده نمونم دیفت کنگوری هم تاجیک بود است ولی پول دوزید گفتن که افندی آبازار آمده است همین دقت استوله زده دقت شنات زنش بس ها قدر افتون تروشی قدر دقت شما چی شد هوا گرمی کراس میکنید نیک است این بازار دوز زیر کراس زنک دوز زیر کردی باشد سی گفت ای همه پولش دوز داسی گفت همه پولش دوز شما و سی گفت ای انی همه میلزاد انی من نمیگفتم خیر دوام میدیم عبدالخلیل مرحمت دوستم همون چی براشکی هم طرف استرالیا می چی براشکی گوشش کلانکو یا استریشکی کده استاد ustoy satırmış sirişkede olsun. Çibraşkı ha gud. Göşa dakor mi tu gud ha gud. Ama khab نباشد. خب یکمی سنتیابر بچه‌های نوامدگی معلم هایم اکوزیر زمانه میخیر عبداللهیف گون من فتاس پدرت گوجا کار میکنه
کنسر زواد با دیرکتور گفت اینجا بیا عبدالله پیش بشین اینجا بشین باز ظرف گفت من پدری تو کجا کن میاسه کامبینا دیرکتور این پیش بشین بچه ولی و پدری تو گفت کروپسیه بفتاز هر دو تو خیسک ولی و پیش بشین بفتاز اخرشته فقط ولی و که درسته ولی و پدرت کسیش تو کام کنن کروپسیه با گفت دختر چم نمیدونم دینه قبل رفتم حتی خواننده زنک سرود خونسازده گازمول کرد خونسازده شوش پیش آینه و یعنی از بالکن خیز شوش مردم چه بالکن بیسوده چیمو گفت همسایه ها و اینا کنند که توی از اساسی هم فتاد آواز خلوص راسته وای آتش نبیرشن خورونداز الله گفته شöyle گفته خورونداز یک ساعت میشد خوابش نمیبرد 2 ساعت میشد خوابش نمیبرد یخی شöyle گفته علی گفته sonra sayın soğutaş mı oça ha gud şu dil bixiri ma xoran ma yaş bir ku Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیه آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با توباورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود من به گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدر وردگیش لازم من یک کارگری عادی من به نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیلی باشد به شما درو تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد برای آن که پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعتی ما تاباور می باشد اکپن انتخاب برای تمام حیات حالا غیرجان گفتن که اقان سرود میخوانید گفتن که قشچینار خانه هم میشد میگفتن قشچینار گفتن درازی میگه یکی چینارش خانه خب امروز مهمانی برنامه ما دوستان عزیز و ارجمند دوست ما غیرت جان که ما گمان میکنیم که یک آوازی بسیار چی گویم فورمی یک آوازی بسیار بهترین دارن اگر تماشاگران عزیز ما زید نباشن یک سرود برای تماشاگران مرحمت دیگر خانم نیشکا ساز میکردم با مزراب دیگر خانم نیشکا ساز میکردم زبانی شام خدا شهناز میکردم چو مرغی به پرابالم من از افتادگی لکی بسویت به تکلم چون نگه پرواز میکردم آه یارم نازنینم نگارم از خدت گردم آه یارم دم به جانم من از جام شما گردم مغزی لطف
سوی کلبه من مهر آمده های نازنینم تو میرفتی و من شوری قیامت باز میکردم آه یاره نازنینم نگارم از سرت گردم آه یاره تن به جانم من از جان شما گردم اگر در خواب می دیدم بناگه تالتی لالیه هزاران جامی مجنون را به یک آواز می کردم خوشا از میسرای سلطانی و رنگی سخن تورن های نازنینم تو میرفتی و من شوری قیامت باز میکردم اگر می بودی در جنت ولیکن ناز میکردم بارکالله بارکالله. خب تماشاگران عزیز و ارجمند برنامه گپ است ما ادامه میدیم. در نزد دروازه کارگاه یک کارگاه بوده است دو نفر کارمند گپ زدند من دنگا رفته رئیس بگفتم حتی اینجا می چیزی گپ کی یا معاش ما میبرد دارید یا من میبرم گفتم حتی چیزی گفتن که گفت ما روسا کریم چیزی شد کی گفت با یایم نباشتم منم نبرفتم مرحبا یک روز مقیمکو لبای دوز بکار میموند دوز بکار میموند رفته دایرو میقاپکه میشینه میقاپکه اشته میت لوی میقاپاده من چند بار آدمو قبدگی التماس من ساعتی من یگون ژلانت اجرا میکنم خیلی چی یگون کی من ژلانش من یک هفته پیش من قبدگی بود من با $10,000 پول یافته گفت یافته دادم گفت دوز بکن میل تیلوی گفت که من چی خدمت کنم دوز گفت که نه خدمت نکن همون آدرسش شد اینو 10,000 گفتنو یک جوان دیپلمی سرخ مالیه خواندگی مدال آویزون نزد کارخانه رئیسش اومده السلام علیکم گفت است و علیکم السلام این فرما مایده تر بوسون یکی من کار میگیرم میگه مالا شما چه کاره من مالیه چی گفت دیپلم نشون داد مدال نشون داد دیده گاب نیست اپاک کار با شما معاشم چند پول رئیس گفت $10,000 گفت است یا تا سوال چه مالاش میاد سوال چی گفت یا تا فرما چی ماید یک بچه 10,000 میشد میگفتم من الان شما مالیه چی مدارای دکو همین خیلی میکردید دی یکتاش جوان کاربر گرید گفتم دسته بچه بینا جوان کاندید نو دیپلمش های همه طرفش های هم تو نیوکره بچه و نیوکره دو دیلش دسته گفت سوال داده چند به درام دید گفت 18 گفت اگر ایه 18 سال بش و درامده هم انیورسیته ختم کردی دیپلمتون های من دیداست هم نامزدی علمتون های شما اگجا خریدید من اینجا خریدیم نه این دیپلم اگجا گفتید انیما ها چخیل پاسپورتش که بیاد همه جا صحبت میکنه 18 درآمدگی آدم
راستش گفته است مایلش کار میگیرم توی گفته است فقط همین چخیل کده هم universitet خون هم کانداس گفتی باید حمایت کردی گفت ما اینا هم حدشم کردیم نه پروست همین دیپلم که این دیپلم حدشی یافتم و پاسپورت ما هم بلیاکر ایواز کردم самолет برافسوسو همین خیلی بسیاری وقت میشد که самолет بشتگی باشتم میدونم که ما نمیدونیم که یانم با کی میگالتد یک تا آدمی ادوکات هم توش ناد یا دختری که بعضی با آمده شده самолет نجنی وقت است که پا میپریدگی ادوکات هم شده است اکو بینا 4 ساعت پریدن نکر زیق نشرفته میبخشید خواهرم شما چی کاره گفت من نجنی وقت است به توی برافسیم رقاصه من گفته است ای خیلی باشد صحبت کرده رویم دقت نشویم چیزی صحبت میکنیم شما کدید یگان خیلی موضوعی صحبت میکنیم نیست گفتم اون نباشد بید بازی میگذرونیم چه بازی گفت است بیام با این بازی من سوال میتیم شما جواب میتید اگر جواب ندید اگر شما من با 500 میتید اگر جوابید من شما 500 سوم میتیم گفت است و به مخوش است 500 این 5 این مایلش گاف زنید گفت برافسوس کنم самолет برافسوس مسافه از زمین تا ماه گفت دختره که من فکر من 500 من گفت است چیزی که گفت نمیدانم من گفت است اكو نابت شما دختره که میگه دختره کم کوه میبرد 2 پاچیکه میفراد 6 پاچیکه یاوید گفت است ادوکات تمامی کتابی خوندگیش دیسوس نیست چی تلفن کنم گفت تلفن نی دستو کنیم قسم نمیواد اخیر ندانستم گفت کشلوکش برای 500 سوم داده جوابش گفت با 500 سوم داده است همون با میگوید که لوبای وقت اولین می ادوکات که ارتیست کی بازی نکنه اگر با کاش باشد خب دوستان دوام میدیم نباشد اینجا تماشاگران عزیز و ارجمند رسیدیم تا به لحظه که دوستای عزیزی من از لایحه استنداپ میخوان یک نمره خودشون رو برای ما و شما تقدیم نمایند مرحبا ما اینجا کانتر وای تر کردگی شوتکایی که وان لاین میگه نامشه شوتکا هر کجا گرفته شدگی لیکن هر یک تاش یکتی شوتکا تو است یک درگیش به قشنه یگان تاش برای همین خمن یک کمشه خونم از استه میفهمیدم من بعضی آدمای نمیفهمم چون واها از самолет میترسن آخه زکی نشود самолет سرانو زمین میفرد کو خیر بعضی وقت همین وقتی کارچکه تازه کداسگینده گیره میکنم که پیاز خودش اورات حساب نکند گفته اوی من به پاشاها موی کلاو شینادگار میگوید که یادتانه هایمی چی ما اینجا قوقو باز میکردیم من آرزو میکنم که دادام با این میلیونر شوم نه دادام میلیونر نه پروسه ویایم هم خیلی آرزو میکنم من چند سال شدگیم تا حاضر نمیدونم چون که سالم هر سال نوشته میستد همین بعضی گلوی من نمیفهمم 10 سال 15 سال شدگی نکی حالم گرشو کنده دینه یکتا بانج به کاری خیر میکنم گفتم ماشینم که زدم خطا به یک شب بخلم بالینسه بخورود راستی گپ میدونید من تولد شدگی مانده دادم دختر میخواستم اما که من دختر میخواستم даже بوامم گفتن که دختر باشد ناز میشد من کلان شدم و آرزوشون اجرا کردم همه شما یکتی دختر جهزدم همه دوالنه همه خورسان باباش دندانه گرفته مانده دوستان عزیز و ارجمند اینجا رسیدیم تا به لحظه‌ای که ما میخواستم رشته سخن رو به شاعری برنامه محکمی بحرالدین دهم چی دستاویزی آورد دوستم امروز من از بعضی سببا من برنامه ما کمی تنفسی نچندان کلان البته شده گذشت روی افیر نامد اینم به سبب نبود خیلی بعضی‌ها در رخصتی بودند بعضی‌ها در تبابت بودند بعضی‌ها من موسمی توی معرکه ها سر شدگی لیکن ما هیچ وقت از مخلصان دور نبودیم در همین موضوع در سرود استاد اسرائیل فایزیدینوف بای بابا یک سرود برای مخلصان پیشکش میکنیم صدقه شوم دوستان عزیز و ارجمند تماشاگران گرامی قدر در هوای سروده صدقه شوم اسرائیل جان فایزیدینوف یک سرودی را برای شما تقدیم نماییم که متن از محکمی بحرالدین است استاد برای شما صحت سلامتی را خواهان هستیم ما شما را دعوت کرده بودیم چون شما فرصت پیدا نکردید خیلی گمنه در برنامه‌های آینده ما حتما اسرائیل جان فایزیدینوف را در اینجا خواهیم دید خب رفتیم شما آماده هستید
که رفتی نمیشه صدقه شوم مخلص آشپز صدقه شوم همکار و سرپرست آشپز صدقه شوم برنامه مخلص آشپز صدقه شوم همکار و سرپرست آشپز صدقه شوم باز آمدیم تا خوش کنیم تحبیل شما را مخلص های ترسک آشپز صاحب شوم باز آمدیم تا خوش کنیم تحبیل شما را مخلص های ترسک آشپز صاحب شوم در موسمی توی ها همه گشتیم سرکا اندر سفر بودیم نگیم دیگری بیمار در موسمی توی ها همه گشتیم سرکا اندر سفر بودیم نگیم دیگری بیمار گرچی اگر برنامه ها تکرار شدن شکر خدا باز آمدیم ما بر سری کار گرچی اگر برنامه ها تکرار می شدن شکر خدا باز آمدیم ما بر سری کار برنامه مخلص آشپز صدقه شوم مخلص های فرسک آشپز صاحب شوم آشپز صدقه شوم همکار و سرپرست آشپز صدقه شوم باز آمدیم تا خوش کنیم تحویل شما را مخلص های ترسک آشپز صاحب شوم باز آمدیم تا خوش کنیم تحویل شما را مخلص های ترسک آشپز صاحب شوم باوری داریم که تماشا بینید اینجا ارجمند متن‌هایی که ما به سرود صدقه شومی اسرائیل جان فیضینوف گذاشتیم البته به شما پسند آمد و به شاعری برنامه گفتنی هستیم که به برنامه دیگری ما باز از این هم زورترش شما دسترس کنید دوستان. سلام. همین الهام چه خیال میاد شما با الهام چه خیال میاد جر میزنید به تلفن که چه خیال یا همه وقت همراهی نه من صفحه های فیسبوک میبینم که شما یک بار مثلا گریم نازم کتی میشینید یگان چه خورسوریتونو ما سری ایجاد مینویسید کدامش کتی ایجادتون تیز میبیاد غالب کتی همین یک جمله میشیدون غالب جون کتی یه روز ببینم فیروزه جمعه نیاز بگید دیگه بعد من ساکرید میشه اكو همه فیروزه مثلا گریم الهامش özbek میاد چه میاد خلاصه دبرات الهام اساسی سری همین دسترخوان به اومده سری دسترخوان میاد نباشد من اینو پیشتون میگذارم دوستان چون که عزیزی الهام آورنده بود دوستان مقیم جان خب یخت دو تا تاتار شاعری تاتار تاتار واخورداسی گفتاست که ایبی size ilham kaçan kiler? Şuma ilham kaymıyor. Kaymıyor da. Tas minge arakından vinasından içip Bibi Meryem'in saçını sile o trendekiler tasta. Abi arak vinan düştü. Abi Bibi Meryem'in bu sene sile kareginde ilham veriyor. Bu da gad inaş. İlham abi tas. Labay. Tas size kaçan ilham kiler? Baba ilham veriyor.
minga tualet telefon kelyapti. Sonra g'o'tasiz-ki, برای همین شعرتون ونیت میکنست. حاضر گفتید که شما موش سیله کنید اگر الهام بیاد. یعنی من وحشی از الهام نیست. گمان میکنم که این برنامه یک برنامه بود. پس از تنفسی چندان کلان حرکت کردیم برای شمایان عزیز، تنها برای خاطر آنه که تعب شما دائما بالیده باشد. یعنی این برنامه رو آماده کردیم. من بعد ما حرکت میکنیم دوستان، نوابسته از آن که کار داریم نداریم همه حرکت کرده سرجم میشیم. این برنامه رو طریق تلویزیون آزی HD دائما تماشا کنید. شامتان بخیر باشد. به خاندان همه شما خانه آبادی خاطر جمعی رو آرزو می‌نمایم و به سرپرستان و همکاران یک جهان میnnتداری خویش رو میرسونیم. خیر عزیزان. آشی پلاو با مزه، آشی پلاو خوشمزه، آشی پلاو با مزه، آشی پلاو خوشمزه، لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان.